شده حس کنی بزرگ شدی؟ ولی یه چیزی توی دلت گم شده؟ یه زمانی چیزای ساده خوشحالت میکرد، ولی الان همه چی عدد شده، حساب شده و بی احساس. امروز میخوام داستانی رو برات تعریف کنم که ظاهرش برای بچه هاست، اما در واقع آینه‌ایه برای آدم بزرگ ها. داستان شازده کوچولو. شازده کوچولو نوشته آنتوان یکی از معروفترین کتاب‌های جهانه که سالهاست آدم‌ها رو وادار میکنه دوباره به زندگی نگاه کنن. این کتاب نه فقط یه داستان، بلکه یه گفتگوی عمیق با درون ماست. داستان از زبانی خلبان شروع میشه. خلبانی که هواپیماش توی صحرای آفریقا سقوط کرده و درست همونجا با یه پسر بچه عجیب روبرو میشه. پسر بچه‌ای با موهای طلایی که خیلی ساده میگه لطفاً یه گوسفند برام بکش. و اینجاست که ما با شازده کوچولو آشنا میشیم. شازده کوچولو از سیاره کوچیکی میاد که فقط 3 آتشفشان داره و یه گل خاص. گلی زیبا اما مغرور که شازده کوچولو عاشقشه، ولی بلد نیست چطور باهاش کنار بیاد. و همین ناتوانی در فهم عشق باعث میشه شازده کوچولو تصمیم بگیره سفر کنه. شازده کوچولو توی سفرش به سیاره‌های مختلفی سر میزنه و هر بار با یه آدم بزرگ عجیب روبرو میشه. پادشاهی که فقط دستور میده، مردی که فقط عدد میشماره، مستی که از مستی خودش خجالت میکشه، فانوسبانی که کورکورانه وظیفه انجام میده. همه اینا نماد آدمایی هستن که زندگی رو فراموش کردن و فقط نقش بازی میکنن. وقتی شازده کوچولو به زمین میرسه با روبا آشنا میشه. روبا بهش یه راز بزرگ یاد میده. اگر میخوای من برات خاص باشم باید منو اهلی کنی. و بعد اون جمله معروفو میگه: فقط با دل میشه درست دید، اصل ماجرا از چشم پنهانه. اینجا شازده کوچولو میفهمه که گلش به خاطر زمانی که براش گذاشته خاصه، نه به خاطر ظاهرش. شازده کوچولو در واقع داستان گم شدن کودک درون ماست. ما بزرگ میشیم و کم کم احساس رو فراموش میکنیم. عشق رو ساده میگیریم. معنا رو قربانی منطق میکنیم. آدم بزرگ‌های داستان نماد جامعه اند و شازده کوچولو نماد اون بخشی از وجود ما که هنوز زنده است، اما صداش شنیده نمیشه. پایان داستان تلخ و شیرینه. شازده کوچولو تصمیم میگیره برگرده و خلبان برای همیشه تغییر میکنه. این داستان به ما یاد میده که شاید بزرگ بشیم، اما نباید دلمون رو جا بذاریم. پیام شازده کوچولو ساده است اما عمیق. عشق مسئولیته. دیدن نیاز به دل داره و مهمترین چیزها دیده نمیشن، حس میشن. حالا نوبت توه. به نظرت کدوم بخش از وجودمون بیشتر شبیه شازده کوچولوه؟ اگه از این روایت خوشت اومد کانال رو دنبال کن و نظرتو توی کامنت ها بنویس. تا روایت بعدی مراقب کودک درونت باش.